روز شما بخیر باشد بیننده عزیز رادیو آزادی. بازم شعله گلخوجه هستم که در شروع یک روزینه یعنی در روز شنبه میخواهم شما را با خبرهای تازه و مهم تاجیکستان و جهان آشنا کنم. چون طور شما میدونید روزهای شنبه ما برنامه خبری نداریم، ولی به هر صورت ما تلاش میکنیم که شما از خبر و گزارش‌های مهم عقب نمانید و به همین خاطر پیشنهاد دارم که چند دقیقه خودتان را برای شنیدن خبرهای مهم ببخشید. و شروع میکنم از آن که دو مسئول حقوق بشری سازمان ملل متحد حکم 12 سال زندانی ژورنالیست خیرالله میرسایدوف را محکوم کرده از مقامات تقاضا نمودند که آن بازبینی شود. اظهاراتی که روز 20 ایول از نام دیوید کای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مسائل آزادی بیان و مایکل فورست گزارشگر ویژه اوید به وضع حامیان حقوق انسان نشر شد، حکم میرسایدوف را محکوم میکند. در اظهارات آنها گفته می شود که حبس میرسایدوف بیانگر آن است که برای وضع مبارزه با فساد مقامات در تاجیکستان گزارشات درباره کروپسیون را پخش میکنند. در اظهارات گفته می شود که سازمان ملل متحد با قبول جنایی دادن با حقوق بنیادی مردم مخالفت میکند. با قرار دادگاه شهر خوجند روز 11 ایول ژورنالیست و رهبر گروه کوین برای نقض 3 ماده کدکس جنایی به 12 سال زندان نظام سنگین محکوم شد. خیرالله میرسایدوف از روی اتهام از خود کردن و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساخته‌کاری حجت‌ها و پخش نمودن معلومات بر دروغ درباره عالم زاهدزاده سابق رئیس بخش جوانان حکومت ساخت محکوم به زندان گردید. و خبر دیگری هم داریم درباره اون که مقامات تاجیک میگن در دوام نیم سال جاری شدن محدودیت در سفرهای خارجی بدون اجازت دانشجویان و آموزگاران عریضه هیچ نفر در این زمینه رد نشده است. روز 20 ایول مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان یکی از تصمیم‌های بحث برانگیز سال جاری اوید به منع شدن سفرهای خارجی معلولان و آموزگاران و محققان تاجیک را شهر دادند. از جمله رحمت الله میربابایف معاون اول وزیر معارف گفت آنها تا به امروز سفر یگان دانشجو و کارمند ساحه را به خارج منع نکردند. ما فقط می‌خواهیم منفعت شهروندان کشور در خارج هم حمایت شود، گفت این مقامدار. ضمناً موضوع گرفتن اجازت سفر به خارج از جانب بسیاری‌ها همچون نقض حقوق دانشگاهی برای حرکت و سفرهای آزاد انتقاد شد. وزارت معارف میگوید که در دوام نیم ساله اول سال جاری به این نهاد با درخواست اجازه سفر خارجی 620 نفر از جمله دانشجویان و آموزگاران و پژوهشگران مراجعت کردند. وزارت گفت که این نفران با هدف تحصیل و شرکت در همایش‌های مختلف علمی به خارج سفر نمودند، اما مسئولین وزارت معارف تاکید میکنند که این نهاد با تنظیم سفر دانشجویان، آموزگاران و پروفسوران هرگز حقوق آنها را محدود نمیکنند. الهام کمالزاده سردار شعبه روابط بین‌المللی در وزارت معارف گفت اجازه وزارت برای سفر به خارج برای آموزگاران و دانشجویان تنها در 3 حالت ضرور است: اگر سفر خدمتی باشد یا به خاطر شرکت در یگان همایش علمی و ادامه تحصیل انجام شود. الهام کمالزاده افزود اگر آموزگار یا دانشجو مثلا برای یگان کار شخصی یا در رخصتی سفر میکند میتواند بدون اجازه سفرش را انجام دهد. از آن جمله به گفته الهام کمالزاده آنهایی که با هدف شرکت در همایش کنفرانس ها سفر میکنند در حالت ضروری باید متن معروضه خود را هم پیشنهاد کنند. کارمندان ساحه باید برای گرفتن اجازه ضرورت سفر خود برای شرکت در همایش اثبات کرده توانند که این سفر برای چه مهم است. در همین حال منعقدان جاری شدن مقررات را به نظام شوروی شباهت میدهند که هر یک سفر خارجی زیر نظارت شدید مقامات از جمله کگب بود. عریضه و هدفمندی وزارت سفر شهروند باید در چندین ساختار نظارتی سنجیده و بعداً تصدیق میشد و تنها پس از این آنها اجازت دریافت میکردند که سفر خارجیشان را انجام بدهند. و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان که در اونجا دوستانی کلوب سید مومن اسلاموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی این شهر که گمانبر مرگ نورسی در پی صدمه اتومبیلی دانسته میشد بیگناه اعلام کرد. با گفته دادستانی بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی دادگاهی ولایت ختلان خلاصه داد که سید مومن اسلاموف امکان پیشگیری از صدمه را نداشته است. فردوس حلیموفی 15 ساله ساکن شهر کلوب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بدعه ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده. بعضی از پارچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیو آزادی نیز شده بود. رحمان علی امامزاده
دوستان شهر کولوب پنجشنبه 19 ایول در نشست خبری گفت که در رابطه با این قضیه سنجش گذرانده شد و یک مرتبه قرار دوستان شهر کولوب به سوی دوستانی منطقه کولوب بکار و از سر نو سنجش و تشخیص ایلوگی تعیین گردیده است. با گفته این مقامدار تشخیص افت تکنیکی خلاصه داده است که در شرایط موجوده از سمت مقابل حرکت ماشین ها بسیار بوده است و چشمانش را روشنی ماشین ها زده است. از این رو راننده امکانات پیشگیری صدمه را نداشته است. رحمان علی امامزاده افزود با وجود آزاد شدن سید مومن اسلام از جوابگری او از کار در مقامات بدعه رانده شده و حالا به گفته او بیکار است. اما خانواده فردوس سلیموف میگویند تا روز اعلان خلاصه تشخیص افت تکنیکی آنها به تنتنه عدالت باوری داشتند که مفتش بدعه به جوابگری کشیده می شود. ضمناً در چند سال گذشته قضیه های پر سر و صدای زیادی صدمه‌های مرگبار در جاده‌های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه‌های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه‌های پرفاجعه را فعالانه بررسی می‌کنند. و در آخر یک خبر دیگری هم داریم از قزاقستان که در آنجا وزارت امور داخلی از بازداشت یکی از گمانبران کشتار ورزشگر قزاق دینیس تین خبر داد. جستجوی گمانبر دوم ادامه دارد. میگوید این وزارت با گفته دوستان شهر الماتا بریک ژوریکتایف با گمان کشتار ورزشگر نورعلی قاسف 24 ساله ساکن ولایت جنبال دستگیر شده است. بازداشت شده در حضور وکیل دفاع گناه خود را به گردن گرفت. حالا او در بازداشتگاه موقتی است و با معلومات دوستانه دو فرد ناشناس میخواستند آینه ماشین دینیس تین را ربایند اما او صدیرای آنها شده است. در همین حالت افراد ناشناس به ورزشگر با کارت حمله کردند. مراسم ویدو با ورزشگر قزاق صبح امروز یعنی 21 ایول برگزار می شود. دینیس تین برنده 2 مدال چمپیونات جهان از جمله بازی المپیک شهر سوچی روسیه است. او 25 سال داشتمگی و پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف به نزدیکان و پیوندان ورزشگر همدردی خود را بیان کرده است. بیننده عزیز تشکر میگویم که امروز هم در روز شنبه چند دقیقه خودتان را با رادیو آزادی سپری کردید و برای شما استراحت خوب میخواهم و اگر میخواهید خبر و گزارش های بیشتر از این را پیدا کنید پس بروید به سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و یا نوارهای دیدنی را از کانال مخصوص رادیو آزادی ویدیو تماشا کنید.